خدا از ما پرسان میکنه. گاهی وقتا همی خوار ازی میشینه به من میگه این کار نکو کاکا، خونه برار من خراب نکو. همین تا 10 دفعه خان خور بگیری وزد دست خور بسینی خو که خدا برای عقبی بخور خود شورتور خیر نده نخو نده که خور بخورونه. بلبل به قفس باشه، قفس بسوزه، بلبل از آتش بجه. امشب زی خوشی مرغ هوا میرقصد آستاورو. هم باجه اشتنی خیریاته یا راستی به خیلی سلامتی. شکر زنده باشی. چی خبره اشتن بچه‌ها؟ بچه‌ها باجه خوبم شکر. الله من رات کار غریبی و میت سرگردانیم. چی خبره؟ سلامتی میگم. چه کار کردی خودی خشاخو؟ گپ مپ تازی هم نشنیدم من نشد گه خبر مبره. بیا مدام پیش می. گفتم چه کار میکنی؟ گفتم از من یک کلمه داستان می رقمه. گیلک و مادر یو؟ نه گیلک و کاکایو به خونه ما آمدم به پیش ما آمدم. جبار گفتم تو باید قبول کنی. ما گفتم اگه ما قبول کنم دختر ما قبول نمیکنه. باجه هر دو پا خور بیا کش کرده که ما اصلا گیلکر نمایم. من نمیفهمم خود از دختر خود چه کار کنم. من نمیتونم، من راضی نیم که دختر ما رنج ببره. آفرین باجه خوب دختر تربیه کردی. مگر میته بگه باجه اصلا اصل گپ بمینه. به یک لنگ بسته که بگه من نمام کاکا گیلک دیونه سرگیر مام چه کار کنم؟ صبح خرج مرد آدم میتونه. سکو باجه ای که به نظر مردم به نظر ما و شما او دیوانیه او تامنیه. لاقل هر رقم باشه خرج خور که میتونه پیدا کنه. دختر ما که بخونی و گوشنه نمیمونه. باجه سوسته بدم نده. آتیش تو مگر تون باشه کاکا. اگه می دختر تو خوشبخت باشه مگر رد از این گپ پریله ندی کاکا. سوسته بدم ندی باجه. هیچ چی رد پامر تو لغت نکدی. یک ذره اگه خوی خواست تو با طرف ما میره خلاص بود باجه. سکو باجه هرچی نکنی خوار از او هم بخونی به چه منه. باید ما به سر از او آدم دیگه بذار فشار نیارم. خیره که صادقه همه نداره. من مجبورم به هر طریقی میشه بشینم خود از گپ زنم. یک چیز دیگه باجه گناه داره. خدا از ما پرسان میکنه. گاهی وقتا همی خوار ازی میشینه به من میگه این کار نکو کاکا، خونه برار من خراب نکو. لااقل امو آدم عروس تو بلیو میگه لااقل امو آدم رو تور به زمین نناخ عروسی مر بکد اول ما بخونه بچه تو مال نوبت از که شده تو ما با پا خور پس کشی. هر چه که باجه همیشه ما فکر میکنم چرت میزنم فکر میکنم اصلا این کار هیچ رنگ رقمی نداره. باجه خونه تو خونه منه. خوشلوچی ما به خونه تونه. انگار خونه خوار منه. گیلک نوم لیاقت دومات شدن خونه تور نداره. خلاصر به تو بگم صبح 4 تا قوم خیش حق همسایه دوست طرفه. حال حق همسایه اگه میشناسه قوم خیش میشناسه دوست رفقا تو مثلا میای به خونه تو همی گیلگنوم هم بمی خونه تو نه تو ازم خجالت میتونی بگی همی دومات من همی ساده سرقی یک دم پوست خورد پاک میکنه یک دم کوخه میزنه یک دم خنده بیجا میکنه یک دم میخنده یک دم گریه میکنه اصلا سرکله و سیستم از به تو نمیخوره. باجه دختر مور مایه به خاطر ازی دختر مال از من میترسه که گپار میزنه به خاطر ازی که ما به سر سیاست کردم گفتم اگه یک دم میشه پیش تو مادیا زنگ زد تو همیت بگی انا اگه ترس من نباشه باور بکو که دختر مور مال از چشما خو بیشتر مایه وقتی دختر بزی آدم ریزی باشه ما چه کاریم گناه داره خدا کمر میبینه با قضیه آدم ظلم کنم. این کار خوبیت نداره با جان ما گپ تو رو گوش کردم برفتم ما بزو گفتم او رازنی کردم مور اصلا از این را بنداختم بدید شو خور جواب کرد و در سرا دگه نه یا پیار مقال میکنه اینا هم ماده است منه هر چه که من فکر میکنم به جای که دختر راضی باشه مجبور من مجر انتخاب مقصد یاد میکنی با گپ من مرده تو زنده دختر خور به کله به تنور میکنی سر تنور رم بسته میکنی خلاص باشه که من فکر کنم. امیتا که من میفهمم تا شما باشین زندگی مزی خرابتر خواهد شد اگه ما به گپ شما بکنم فکر کنم دختر ما عمر خو مگاره به خونه همون تشیشته باشه که سر سفید شه. ای پیام سلام علیکم بابا. خوبی بخیری؟ جان تو جوره؟ کجا بودی؟ اینجا بابا. از این طرف میای باز؟ اینجا اشته اینجا از این طرف میای با میگه اینجا به خونه هم کنه بودی؟ هیچی بابا برفتم پیش نماز خوندم. چی؟
پیش دومات خو گیلک بله. برات تو نفر ری کرده بود یا زنگ زده بود به تو؟ نه بابا خاطر ناجور بود. ناجور بود. خب خیر نه ترس غمی نداره. خوب کاری کردی بابا گفتم. چی گپا بود دگه؟ برا قراری از من چی میگفت دومات تو؟ هیچی بیچاره ناجور بود اصلا. خود من بجور گپ نزد. یک کار کو بابا. بله. بیا که بریم به سر ما واسطات خبر دارم. من برم امروز یک خبری از او بگیرم. خدایی از این فکر و اندیشی که مردم به من یاد داد من از این کار خیلی پشیمونم. هر چه که من فکر میکنم را و رقمی نداره. چرا خوار تو به زی آدم خیلی ریزیه. بله ولی خوار تو اترس من حوصله نمیکنه به من بگه که من گیله کرمایو. میگم من اول بابا بترسیدم به شما چی نگفتم ولی گیله خاطر خوار من ناجور شده. سکو بابا حالا که من رفتم به دیدن گیله که از او خبر بگیرم کل جریان ما بزو اختلاط میکنم. اصلا دگه من این فکر اندیشه گفتم از سر خو بدر کردم. او دوماد ما هست دوماد ما بوده همالا کم دختر ما بزو رزیه هر دمی که پول مولی به خود یار کرد بیای که معروسی رو راست میگی بابا. از من دروغ بشنیدی بابا تو حاله. خیر بینید خدا شما ببخشه. به دست شما بوش کن. آفرین برو بخیر بشی. برو به خونه. بفهمیدی؟ واسکات بربر دار. بیا که بریم به دیدن گیلک. یا باشه من خودتو میرم. بیا. بریم. سلام علیکم. شوفو نه نکو مرو دی نکو بیاره شوفو باشه بیا بفرمایید. کاکا خسرو عذاب شده. نه چی عذاب داره دومان جو از تو کی بیتر. بفرمایید. وای الهی این دونار کدوم برابر یک گویه آخه نماستم. شفا باشه دومان جو اشته شدی حاله. زنده باشین. دکتر برفتم با ما گفته غم به دل کردی. بعدا نانم بیامدم به سر نون همین تا 10 دفعه خان خور بگیری وزد دست خور به سینی خو که خدا برای عقابی بخور خوشور تو خیر نده نخو نده که خور بخورونه. گیلک سکو دومات خور بگردم اگه 100 دفعه مادر تو من نفری کنه گناه از من بود. راست میگم من ملامت بودم. راست میگم بعد من گفتم خیر بینه نه نفری کنه که خیر نبینه خوشور. گیلا گذشته سلام اولی براد اجی کار نگم. سکو دومات جو هر چه که مادر تو گفتی بود من قبول دارم. می پره روز که تو بیامدی به تا خونه من فکر کردم که این کار هیچ رای نداره. فریب مردم خوردم گپا مردم گوش کشیدم. هر چه که من فکر کردم دیدم به درد نمیخوره گپا مردم فقط تو به دردم میخوری. زنده باشی. به خاطر که تو دومادی به منی اولادی به منی. سلامت باش. خداوند کاکا خسرو شما رو به دین دنیا خال کنه. خیر بینه. سکو دومات خور بگردم. بله. آنی بابا تو نه درسته. آنی سکو 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه. هر چی که تو تونستی به خود پیدا کردی که نتونستی دیگه اما به تو کمک میکنم. بیا عروسی طور به می خوش و خوشحال به دست تو تحویل میکنم راه خو بگیر برو برات کار. ها از این ساعت تضمین معنی شده که زن طور ما آدم به تو تسلیم میکنم. من دیگه به گپ باجه نمیکنم به گپ برار نمیکنم به گپ قوم نمیکنم به گپ خش نمیکنم. اینا به من دوست نیم دشمنم. وقتی دختر من به تو آدم رزیه طور مایه مکینم که جلوی تو بگیرم. راست میگه. اول نفسی که برقمانیه کاکا خسرو شما برو گوشی مسیح کنه. خب من نزبات خور ماستم اونجا نوشته تو در زمان قلب منی که شکست ما شکفته شه بلبل به قفس باشه قفس بسوزه بلبل از آتش بجه. گوش کنیم بابا اشته دوماده داره. با خدا می دوماده داره غم نداره. راست میگه. راست میگی بابا. یک دم آدم فریب مردم رو میخوره دیگه فریب بر من نمیخوره. گله جو دومات خور بگردم بیشتر از این وقت تو رو نمیگیرم. تو هم ناجوری سردل هم نداری که مغزر گپ زنم. مادر تو هم با خونی ما بود کل گپا را مادر تو به ما بگو اشتباه را ما قبول کردم. صحیح که تو میبینی کاکا خسرو ما چی گفته که
با جام و مچ و مردم بیگانه به ما گفتم نده دختر خوب خیر نبینیم این آدم ها که آدم ها رو خونه نورمال خراب کنن. ما آدم مسکین غریب بیچاره در و در که گشنگی میشه خونه مامال همه لورس میره. ما خوار خور بدادم با بچی و عروسی کرده حالا با ما میگه دختر خود نمیدم. مرده که به تقلق عروسی نمیگیرم و نانه خود میگم نانه جو خیلی باشه یک 10,000 دگم اضافی قرض کنه بریم به تا 1 تالار بگیری موتر با ما گل زنه یک موتر خورده که کار با ما گل زنم انا باز مشتکک با ما استابیرا هم بخونه این خیلی استابیرا بخونه بگه بیا برویم از این ولایت ما و تو استابیرا گلک جو استابیرا تو دست مرا بگیر و من دامن تو استابیرا آقا داماد استابیرا امشب زی خوشی مرغ هوا میرقصد استابیرا آقا داماد استابیرا در جدا دیوال جدا میرقصد استابیرا گلک جو استابیرا و خیالم که خصوصا من درس را بسته نکردم مرغا رو نبرم باشه در بسته کنم آخی بیلو که یا 4 بجا شده چکی ها میره به تق سبستا مردم یار امی بوزم شوخه چکی کاکا رمضان اشتنی ها جبار خون اشتنه یا خوشحال بخیر سلامتی جان شما جوره چی گپای برار یا راستی گوسفندارم خوب چاخ کردی چه کار کنی میچرونن گوسفندار دیگه کس پام فعلا نمی گوسفندا و این بوزا شوخه الهی شکر رمضان جو بیام آدم 2 کلمه خودی شما گپ زنم لالا جیگر بفرمایید گپ فینیه گپ زنی زنده باشه همین دختر خوشلوچی ترکه دادم برای بچه برار مه مستم همین را شما بپرسم روز فاتح دست و کمام نکار بسته کردیم فاتح دست کردیم کلانتری همون روز همین دختر پدر به دوش گرفت گفت که من همین دختر خور میدم برای همین بچه و شما هم دختر خور بدیم برای همین بچه ما اون روز کلانتری نورالله به دوش گرفت ولی امروز فکر میکنم کلانتری دوتاخیشی به دوش شما افتاده به خصوصی که برارزاده ما را عروس کردیم که بردیم که هیچی اما امروز دختر نورالله فکر میکنم کلانتری به دوش شما افتاده من بیامدم خودی شما صحبت کنم که چرا همین امروز همین دختر را شما نمیدیم مثلا برای برارزاده ما چی میگی لالا جبار کلانتری به دوش منه یا به دوش پیاره خودت هم میگی که کلانتری به دوش گرفته نورالله حال با میگی تو کلونی و مچم چرا جواب نمیدیم یا عروسی رو نمیدیم یا چکار و فلانه وقتی دختر رزی نباشه نماسته باشه ما بنده دست به زور بگیریم بدیم به دست گله خان که میره کار داره لالا رمضان اولی که برارزاده ما گلک او تا سادی و دیونی هم نیه که او به زندگی نفهمه شکر خدا به همه چیز میفهمه به پول به کار کردن به تمام امکانات زندگی خود میفهمه رمضان جو روزی که آمدیم به خواستگاری برارزاده ما چرا همون روز نگفتیم که گلک سادی و به زن نمیفهمه و نون پیدا کردن نمیتونه که باز بعد از او که کارا شما خلاص شد نفر خور عروسی کردیم بردیم خود برارزاده ما عروسی کردیم بردیم باز امروز به فکر افتادیم که الله گلک سادی و نون پیدا کردن نمیتونه میگم ما همون وقتا اغزر خودی از اینا رفت آمد نداشتیم نمیفهمیدیم باجم نمیفهمید که والله گلک از 100 تختی و 99 تا کمه حالی که خودی رو بفتادیم خوار بیاوردیم با خونه خو انگاره
خوشلوچی ما و دماد ما بیاردن خواره گیلک که میایه رفت آمد داره میفهمن که والله این آدم بیخی نابغه. باز یک دگم از امروز اولم من به می خیشی علیشونی رزی نبودم، باز خصوصا که گیلک دماد باجه ما بشه. اولی که رمضان جو به ما و تو ربط نداره که چی من رزی باشم یا نرزی، چی تو رزی بشی یا نرزی. به این قدر من میفهمم، اما قدر من میفهمم که همالی هم دختر به بچه رزیه و هم بچه هم به دختر رزیه. اما من فکر میکنم رمضان جو پشت از این پرده حتما یک نفری هست که داره یک نفر امیر نورالله داره پیش بکنه. ولی یک چیزی بری تو بگم رمضان، اگر او شخص رو میشناسی برو بری و بگو که پا خور از این کش پدر کنه، و اگر نه یک روزی خودی جبار طرفه. ما خوش دارم این کار به خوبی حل فصل شه، نه به جنگ و مشت و لغت و خونریزی. فس همی بیتره بگذاریم که همینا همی خیشی خور به خوبی و خوبی تمام کنم. گپاتو خلاص شد. اول که اون نفر من نمیشناسم که نورالله کینه که پیش میکنه. من مثلا گفتم که اگر میشناسی بری باز بگی. اگر بشناسم همون تا که اول گفتی ربط به ما و تو نداره، به من ربط نداره که اون نفر رو پیش میکنه یا نمیکنه. به تم جبار جو ربط نداره که اون نفر باجی خور یا هر کس ماه باشه خلاصر به تو قوم خیش خور هر کس میگی پیش میکنه اختیار خور داره مرتکب پیش میکنه. اگر به گپ از اون نورالله میکنه که اختیار خور داره، اگر به گپ از اون نمیکنه هم نورالله دختر خور به گیلک میده به تنور میندازه دختر خور باز هم اختیار خور داره. با من ربط داره چون برارزادی منه. برارزادی من روزی که شما عروسی کردیم وردشتیم ببردیم خوش شما آمد. امروز که به جایی برسیده که شما نفر مار بدیم، امروز ما مگر بیایم با مشت و لغت و جغدات بیایم نفر خور ببریم. خب خیر میگذاریم. میشکش که من به تو چی میگم؟ بگو میشنم. یک وجب از به بگو. من به قصی از این گپ نیم. بفهمیدی که تو هر کس می بشی خلاصر به تو بگم اگه تو جباری سرمو هم به تعمی دی چور میخوره مرم رمضان میگم نه دولسیا. بفهمیدی هر کاری که نکردی برو بگو کاکا هر کس اختیار. امروز مرتکه نمیتونه اجازی بچه خور نداره، بچی و به جلوی مثل که نمیتونه پیاره بزو چیزی بگه. تو اجازه برارزاده خور داری. ما خب میرم رمضان جو، اما این معامله به خوبی على فصل میشه. اما آرزوم اینه که یک روزو شخص بره به جلو آینه بسته که به طرف رو خود نگاه کنه ببینه که اول او کی بود و به همین دزی میکرد که معامله به هم بخوره. اما امروز که اونا نفر خور بردم بشناسه او کینه خود. برو کاکا هرچی نصیبی نباشه. میشه نه تو به نونه منینی اما به نونه تو نو میشه. ولی برو به اون شخص بگو که پا خود پیش خود بگذاره. صحیحه. تام پا خوره میته دراز کردی که به جلو مردم میخوره و مردم پایلنگی میده میفتکم. پا خورتم که همه جمع کو. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی خیریات خوبی خیریات. باش. شکر. نورالله جو اشتنی؟ شکر. تیار هستی؟ زنده باشه. نورالله جو میره سر اصل مطلب. باور به خدا کمک شما رو دوست دارم خانواده شما و اگر نه که اما برارزاده من که به خونه شما اومده یعنی همیشه تعریف شما رو به پیش به تعریف کرده نه بعد شما میگه کاکا جان اینا آدم ها خوبی هم. نورالله جو بیا یک کاری بکن که خداوند پاک خوشی بیای از کار کرده تو از کار تو. همین خور دختره خور بگذار که بره به خوبی و خوشی بم سر خونه و زندگی خوب. همون گیلک هم آدم بعدی نیه نون پیدا کنی هست بچه دستپرا و پابرای هست دوز و دغل نیه. با خدا از این بیترتر هم نمیبینی وگر نه که ایر بگم میتونی هر کاری کرده. ولی بم نظر ما بیا از می خیر همین کار خیر پیش کن. بیا بده همین دخترک تو بره به سر خونه و زندگی خوب. هرچی نکنی بازم همون دوماتونه بازم یه چیز دیگه ناگفتنی نمونه. همون روز بیام بودم تا خونه تو یک کمک سر صدا کردم تو بزرگی خوب بخش. همون روز کارگرا کار میکردم من بیام بودم حق نبود به جلوی اون کارگرا تو سر صدا کن. بازم من از تو معذرت خواهی میکنم تو ببخش بزرگی کو بگذار کمی کار خیر سر بگیره. دولا عبدالجبار گپا شما خلاص شد؟ خلاص. من برفتم پاده گیلک دومات خم گپ زد. کی؟
براتون خودی و گپ زدم، فقط دور وقت دادم. گفتم از امروز تا 2 ماه بعد 3 ماه بعد به خود چریپی پیدا کو، بیا چیزی اما به تو کمک میکنم، عروسی تو میکنم، زنک تو به دستت میدم. دیگه من فریب دشمن دیگه نمیخورم. لالا جبا هر کس که من فریب بده او دشمن منه. بفهمیدین؟ حال من دیگه فریب هر کس سر نمیخورم. کار خودخور از کله خود در کردم، خود ما کار خودخور میکنم. یعنی نورالله جو خدا تور عمر بده، خداوند تور همیشه 1000 ساله کنه. بازم آفرین که امروز بغلو چمی برارزگک ساده مر بگرفتی. همین که همین کار به خوبی و به خوشی حل کردی بدون جنگ و خونریزی. ما تا در خونه خدا است و ریزیم. خداوند تور عمر بده. بریم کارا خود آماده کنیم. هر دم کارا شما آماده شد من خبر کنیم، ما به خدمت شما. خیر بینی. وقتی جایی که دختر من ریزی باشه من هیچ کاری ان شاء الله. خلاص. انا میره که من اگر میرم. من میگرفتم دختر خود از آدم طلاق میگرفتم به یک جا دیگه میدادم، شاید زندگی دختر ما بدتر شدی یا خرابتر شدی. خدا از من بکار دیش به می آدم ساده که لاقل امیر روز اول هم که من لبزی به آدم که دیدم بس لبز خام بس دادم. خیر بینی. انا معظم حال میرم به فکر کارهای میشم. بریم بخیر باشین. دیپک جو خدا حافظ. خدا. خیر بینیم. خیر بینیم. خدا حافظ. خیر بینیم.